مرگ حضرت سلیمان علیه السلام. آمده است که حضرت سلیمان علیه السلام از فرشته عزراییل پرسید که وقتی مرگش کی فرا میرسد. عزراییل با او گفت وقتی که درخت حرم بود میبروید، وقتی مرگش همان وقت فرا میرسد. هر باره که سلیمان علیه السلام در بیت المقدس به خدا سجده میکرد، در آنجا یک درخت پیدا میشد و او از هر یک درخت پرسان میشد که چه نام دارد و به کدام درد شفا میبخشد. درختان به او پاسخ میدادند و پاسخ را ثبت میکرد و فرمان میداد که درخت را در دیگر جای شمانند. او را در وقت نماز خواندن حضرت سلیمان علیه السلام درختی میبراید و او از آن درخت پرسان میشود که چه نام دارد و کدام درد شفا میبخشد. درخت جواب میدهد که نامش حرم بوده است. سلیمان علیه السلام درک میکند که عمرش به پایان میرسد. او فایده و ضررهای این درخت را ثبت نموده امر میدهد که در باغ آن را شمانند. سپس پیغمبر غسل کرده خود را به کفن پیچانیده و به مرگ آمادگی گرفت و با عصایی که در محراب بود تکیه کرد. دعا کرد و از خدای تعالی خواهش نمود که خدایا بگذار جنها درباره مرگ من خبردار نشوند تا مردم باوری پیدا کنند که جنها اسرار را نمیدانند. بعد از گفتن چنین سخنها فرشته مرگ جان حضرت سلیمان علیه السلام را قبض نمود. جنهایی که دائما اظهار میکردند که سر و اسرار میدانند درباره مرگ پیغمبر علیه السلام خبردار نبودند، هرچند که او را میدیدند. اون دمی که عصایی که حضرت سلیمان علیه السلام به او تکیه کرده بود نشکست. جنها از حضرت سلیمان علیه السلام میترسیدند و از مرگ او خبردار نبودند. همینطور آنها یک سال به تمام قوت کار میکردند. درباره چطور عزراییل جان حضرت سلیمان را قبض نمودند عقیده ها گوناگون است. در یکی از روایت ها آورده شده است که سلیمان علیه السلام در سن 180 سالگی وفات کرده است و باز عقیده است که او 50 سال زندگی کرده است. باز الله داناتر است. باز در روایت آمده شده است که سلیمان علیه السلام در نزد قبر پدرش حضرت داوود علیه السلام دفن کرده شده است. اینچنین عقیده است که در شهر بیت لحم فلسطین را دفن کردند. الله دانا و آگاه است. از کتاب شیخ سعید افندی الچرکوی تاریخ پیغمبرها. لایک منو به کانال ابونه شو. این را کردن تو نه تنها نوارهای جالب میبینی، بلکه سبب پهن گشتن دین اسلام شوی.